دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مجید پوتی هستم، مؤسس آموزشگاه سینمایی سایه در رشت. خب کسانی که یه آموزشگاه سینمایی یا آموزشگاه هنرهای نمایشی تأسیس میکنن اهداف زیادی دارن در سرشون. یکی از اهداف ما در آموزشگاه سینمایی سایه آموزش بازیگری است. بازیگری سینما، بازیگری مقابل دوربین در همه رده‌های سنی، کودک و نوجوان و بزرگسال. دوستان میتونن تماس بگیرن با شماره‌ای که همکارای من درج کردن در زیر این ویدیو و همچنین ارتباط برقرار کنن از طریق پیج اینستاگرام آموزشگاه و حالا ثبت نام بکنن برای آموزش و اینا. اما مهمتر از همه اینها یه هدف دیگه هم دارم: آشنایی با دوستانی که در هر آموزشگاهی در زمینه هنرهای نمایشی آموزش دیدن و الان در خودشون این آمادگی رو احساس میکنن که میتونن معرفی بشن برای پروژه های ملی، پروژه های سینمایی، تلفیلم، سریال ها، پلتفرم ها و هرچی. منم تا جایی که دستم باز باشه دوست دارم که هم‌استانیای خودم رو با افتخار معرفی کنم. اما اونهایی که آموزش‌های درست دیدن و اونهایی که در خودشون این آمادگی رو احساس میکنند میتونن تشریف بیارن، آیتم هایی که ضبط کردن، اتودهایی رو که ضبط شده دارن، تدوین شده است، بیان و به بانک اطلاعات بازیگرهای ما اضافه بشن. ما تصاویرشون رو، هم عکساشون رو، هم ویدیوهاشون رو نگهداری میکنیم. زمانی که دوستان بیان از تهران یا از هر جای دیگه برای انتخاب بازیگر دوستان رو معرفی میکنیم، مشروط به این که ویدیوها خیلی فنی ضبط شده باشه، کیفیت خوب داشته باشه و حتی این امکانات هم میتونیم فراهم کنیم که اگر آیتم ضبط نشده ای دارن دوستانی که در زمینه هنرهای نمایشی دوره دیدن در هر آموزشگاهی در هر جای استانی وقت بگیرن، تشریف بیارن آموزشگاه سینمایی سایه. ما ویدیوهاشون رو ضبط میکنیم، تدوین میکنیم و هم میتونیم تقدیم کنیم خودشون نگه دارن، حالا هر جایی میخوان ارائه بدن و هم ما داشته باشیم در پیج خودمون و یا در بانک اطلاعات خودمون که بتونیم بعداً برای دوستانی که برای انتخاب بازیگر میان ارائه کنیم. امیدوارم که بتونم مثمر ثمر واقع بشم و مجموعه سایه با مربیای خوبی که داره بتونه در زمینه آموزش هنرهای نمایشی برای تمامی هنرجوهای با استعداد و خوب استان مفید باشه. به امید دیدارتون.